شاید شما هم از اون دست افرادی باشین که تصور میکنین شستشوی موها کار ساده ایه. اما استفاده از شامپوی مناسب با روش شستشوی غلط به موهاتون آسیب میزنه. اولا هر روز موهاتون رو شامپو نزنید. با این کار لایه محافظتی چربی سرتون رو از بین میبرین که منجر به خارش و تحریک پوست سر و شوره میشه. حتی شستشوی افراطی موها هم باز باعث چربتر شدن سر و تحریک غدد چربی میشه. گاهی وقتا حس میکنین موهاتون چربه، در صورتی که چرب شدن مو پس از گذشت 2 روز از شستشو یک امر طبیعیه. ما به موهایی میگیم چرب که همون روز شستشو از ریشه چرب باشه. پس از شامپو زدن ریشه های چرب مو که با جذب چربی باعث بروز اختلال در پوست سر شده دوری کنید. اگه موهاتون زود چرب